ببینین از فروشگاهی خرید بکنین متعهد باشه. موقع خرید همه میگن آقا خیالت راحت، شما یه گردگیر مثلا ماشین لاستیکی گردگیر پولوس از دونه 5000 تومان داره تا دونه 50000 تومان به نسبت کیفیتش. خب 5000 تومانی میگه عالیه آقا ببر، همه دارن از من 10000 تا 10000 تا میخرن. راست هم میگه، ما خودمون داریم از تولید کننده گونی 10000 تایی میخریم. ولی خب این 5000 تومانه، اون یکی 50000 تومانه. اینو در نظر داشته باشید. این که فقط گردگیر این بابا خیلی ارزون تره ملاک نیست، کیفیت هم ملاکه. و از کسی جنس بگیرید که متعهد باشه. ما میگیم آقا این جنس ما فروشگاهی هر چی میخوای خرید کن. توی فاکتور این ضمانت رو کتبا به شما میدیم تا 6 ماه دیگه هر جنسی خراب شد اون ماشین، خرابش رو شما نیاز نیست که تماس بگیرید. آقا مقدم مثلا این فلان قطعه که داریم خرابه، شما وظیفه داره قطعه خراب پس بگیری، حتی اگه فروشنده مثل من اصلا گردنم نگیره. شما برای اعتبار خودت که فروشگاه رو تازه شروع کردی باید جنس رو پس بگیری. اگر بدونی که واقعا ایراد از قطعه است، ایراد از مثلا خود ماشین یا مکانیک نبوده یا قطعه انقدر کار کرده که طول عمرش دیگه تموم شده، این واقعا باید هم خودتون خیلی جوابگو باشید. این که جنس رو فروختی تموم نمیشه، تازه شروع میشه. اگر اینجوری فکر کنید روز به روز مشتریتون بیشتر میشه. مثلا خود ما میگیم آقا شما جنس رو ببر، هر چی خراب بود ما نگو، بگیر یادداشت کن، تو صورت بعدی بگو برات کم میکنه. و یک سری اقلام ما میگیم آقا شما مثلا یه برند لنت سامکار خیلی خوبه، استاندارد عالیه، صدا نمیده، ضمانت هم داره، من به شما پیشنهاد میدم میخرید. نمیتونی بفروشی مثلا تو اون محله شما یه لنتی با یه اسم خاصی، همه میان فلان مارکو میخوان تو منطقه شما یه ماه 2 ماه 5 ماه وای میسین آقا مثلا 100 تا لنت سامکار خریدی مونده برات. مثال میزنم، سامکار فوق العاده لنت خوبیه. بعد من این ضمانت رو به شما میدم آقا تا 6 ماه دیگه جنسایی که حتی نفروختی نتونستی بفروشی اشکالی نداره، بده با هر جنس دیگه از لیست ما، 400 500 قلم لیست ما معاوضه کن، مشکلی نداره. این یعنی که متعهد باشه کسی که جنس ازش میخرید فقط این که نه فاکتور رو بزنه چک و پول رو بگیره، باید پای جنسش وایس تا روزی که اون جنس طول عمر کاریش تموم میشه. این خیلی مطمئنه. ببین اینجا خودم برای خودم تاکید کردم اطمینان و اطمینان از این کسی که میخواد ازش جنس بخرید خیلی مهمه. یه نکته خیلی جالب داره، ببینید تو خرید کردن یعنی یه واقعیتیه دیگه. دفعه اول خیلی باهاتون راه میاد، یعنی گشتین یه تعداد آدمو الک کردید، حالا این شرکت یا این فروشگاه رو تصمیم گرفتین خرید کنید، باهاتون راه میاد، قیمتایی میزنه عالی، جنسی میده عالی، همه چی خوبه و شما میگی خب خوبه دیگه، با همین آدم کار میکنیم، این آدم خوبیه، حسابش هم با ما راه میاد، جنساش هم که گرفتیم خوب بوده، صورتی که برامو فرستاده جنسش هم خوب بوده، هر چی کم میاد یادداشت میکنی، هر روز میگیم آقا برات بفرسته. اشکال کار همونجایی به وجود میاد که شما با یک نفر کار بکنید، دیگه قیمت نداری اون وقت. شاید یه فاکتور، 2 فاکتور، 2 ماه، 6 ماه که من بهت قول میدم فقط فاکتور اوله که خیلی جنسا همش قیمت مناسبه. از اون به بعد فقط کافیه طرف بفهمه که شما با این یه نفر داری کار میکنی، یا حتی متوجه هم نشه تو اقلامی که داری میدی یکی در میون 5%، 10%، 15%، چون بالاخره اونم باید سود کنه، نمیتونه همه رو با اون سود خیلی کم اولیه بهتون بده. اینی که با یک نفر کار نکنید، با نفرات زیادی در ارتباط باشید. اگر با من دارید کار میکنید خیلی از کار کردن با من راضیین، شرکت‌های دیگه، نفرات دیگه رو پس نزنید. یه ویزیت اومد بگو بیا تو ببینم فلان چیز چنده، نمیخوای بخری ولی قیمت‌ها رو داشته باش، همیشه فاکتوراتو چک کن، چون از دفعات بعدی احتمال اینکه این قیمت‌ها یه خورده که عرض کنم خیلی تغییر بکنه هستش. با چند نفر کار بکنید. و حتما قبل از خریدتون تعمیرگاه‌های خیلی نزدیکتون
که قرار شد تو ویدیو قبلی گفتیم، میرید پیش مکانیکا میگه آقا چه جنسایی شما بیشتر مصرف داری، اولویت شما اینو فروشگاه رو میخواد قرار شد با سرمایه کم رو توضیح بدیم چه جوری شروع بکنید. شما مثلا بری جنسا رو بیاری، مثلا 2000 قلم جنس رو بیاری، بعد ببینی که ما 3 نفر جلوبندی ساز بغلمونن، اصلا 70% جنسامون رو الکی آوردیم، ما فقط جلوبندی می آوردیم، سپر می آوردیم و اینا کافی بود. یا مثلا مکانیک خیلی معروفیه تو شهرتون فقط موتوری کار میکنه، موتور تعمیر میکنه یا فقط گیربکس تعمیر میکنه. اینا همه مهمه این که شما باید چی خرید بکنه. این لیست رو از اول تا آخر من براتون فاکتور بکنم، ممکنه به نسبت جایی که شما مغازه دارید این لیست مثلا 20% فقط استفاده بشه، باقیش بمونه تو مغازه حالا مشتری گذری بخوره. پس از مکانیکاتون بپرسید که چه اقلامی رو مصرف میکنن، چه چیزایی رو. مثلا یکی میگه من فقط موتوری کار میکنم، موتوری بیار. بگو خب موتوری چه مارکی میبندی؟ مثلا اعزام میبندی، ایساکو میبندی، یا مثلا آی بی وی سی میبندی؟ بپرس، اینا رو یادداشت کن. اصلا یه کاغذ اینجوری قلم ببر، بره دست مکانیکا، بگو هر چی به ذهنت میرسه که فکر میکنی مصرفی بنویس. حالا اونو کم هم مصرف داری بنویس. شما اون لیستایی که 4-5 تا مکانیک رو براتون میگیرید اولویت داره تو خریدتون، چون اولین مشتریاتون همونایین که اون جنسی که گفتی آوردی براشون. و این کارهایی که برای شروع خرید باید انجام بدید. نمیخوام این قسمت رو طولانی بکنم. قسمت بعدی ما که قسمت سوم میشه مربوط به راه اندازی فروشگاهه. شما خریداتون هم کردین، باز در مورد خرید تو قسمت بعدی توضیحات دیگه میدم، ولی راه اندازی فروشگاهه. ظاهر فروشگاهتون چه شکلی باشه، حساب کتابتون چه شکلی باشه، تبلیغاتتون چی باشه و با مکانیکای اطرافتون چه جوری کار بکنید که به مشکل نخورید. اینا تو ویدیوهای بعدیه. سعی می‌کنیم ویدیو بیشتر از 10 دقیقه نشه که خسته کننده هم نباشه. ممنونم از اینکه توجه کردید. میتونید محمد مقدم یدکی رو تو گوگل سرچ بکنید و تمام آدرس‌های ما رو بهش دسترسی دارید. فقط محمد مقدم یدکی رو جستجو کنید تو گوگل، ما رو پیدا می‌کنید. نگران نباشید. متشکرم ازتون. این تابلوهای LED خیلی گرون نیست، مثل حالا نه خیلی ارزونه نه گرون. مثلا برای یک شکلی اولش میتونید با جنسای یه خورده مثلا که حجمش بیشتره، یه 2-3 میلیون هم شریک نداشته باشین. به هیچ عنوان شریک نگیرین، به خاطر اینکه ببینید من 10 ها فروشگاه دیدم. اگر توان بدنی ندارید یا یه کارهای خیلی واجبی یه موقع پیش میاد، میتونید